سلام دوستان، چطوری؟ علی هستم و چنل ولرمن خوش اومد. آقا بزرگترین شکست عشقیمو از موبایل لجند خوردم. فکر نمی کردم بدن پولی باشه، یعنی همون گلد باید پاش بدی. و دیروز اومدم واسه شما یه ویدیو آموزشی در مورد بدن ضبط کنم. بدن همون هیروه ویدیو قبلی دیدم بدنگو برداشت، اصلا ضد حالی خوردم که نگو و نگو. هیچی دیگه، اومدیم حالا ویدیو اصلا کلا محتواش عوض شد. همینطور که از تامنیل ویدیو خودتونم حتما فهمیدین تا الان دنبال یه هیرو هستیم که حالا جای بدنگو واسه ما پر کنه دیگه. اصلا نمیدونم هیچ هیرویی حس میکنم جاش نمیتونه بیاد. خیلی اصلا با پلی استایل من میخوندم، نمیدونم چرا. بعد اومده بودم قبل از اون، چون حالا دیده بودم خیلی همین سان و چیز میکردن، میگفتن آره خیلی خفن و فلان و اونجوری. رفتم اینو گرفته بودم با یه هیرو دیگر رو، دیگه گلدام نرسید که بخوام بدنگو بگیرم. برای همین فعلا که حالا دنبال یه هیرویم تا فعلا پولمون برسه که بتونیم بدنگو بیاریم دوباره پلی بدیم. ببینیم چی پیش میاد دیگه. ببینیم این سانی که میگن، این به قول میمون چست و چابک چی کار میکنه تو مچ. خب اصلا میترسم برم جلو. نگاه اصلا دمیج نمیده این هیرو. چجوری با این پلی میدن خدایی؟ الان یعنی شما بدنگو ول میکنی اینو میچسبی، دمیج اونو الان اگر بدنگ بود اینو قورت داده بود، استخوناش هم گذاشته بود دم در واسه گربه بیاد بخور. یعنی چی آقا؟ یکم خجالت بکش. این دمیج این تو رود میشه بگی من هیرو هم، من فایتر هم. اصلا این کلاساشون با هم چیزا یکی، یعنی بدنگم فایتر بود اینم فایتره. نگاه کن اصلا دمیج زمین تا آسمون فرق میکنه. اصلا نگاه، اصلا یارو خندش میگیره، خواهی یکم دمیج بدی به ما، خواهی یکم نگاه خیلی سرش. اصلا تا اگر الان بدنگ بود تا الان دیگه تموم بود. یعنی این قدرت اینو زده بودم، بدنگو زده بودم، برسشو یا ای او ایشو زده بودم، هیچی دیگه گیر کرده اونجا. حداقل اچپیش وان اچپی بود، یعنی راحت میرسید بزنیش. این دیگه حالا شاید حالا یه هیرو پیدا شد که آقا گفتم از بدنگ بهتره، یهو دیدیم چیزی اصلا. ولی اینجوری که معلومه هیچی جاشو نمیگیره. میگو این هیرو میخندیدم یه زمانی، گفتم این هیرو که الان روبرومون داره بازی میکنه بنده خدا، این چیز میکرم، میگفتم بابا کی این هیرو رو برد میداره. الان همین واسه ما چیز شده، شاخ شد. تو نگاه چی تموم شد، بنده خدا ما رو چیز کرد. اونه چی ریکال بدیم که فایده نداره. اوضاع خطریه مثلا فایده اصلا 3 تا باید اچ پی
سانو بذار رو هم اصلا نمیشه، مگر اینکه آیتماش همه دمیج برده که اونم خب قمار کرده رو دمیج دیگه، چیز دیگه نبستی روش، فایده هم نه. میخوای یکم دمیج بدی، میخوای آبروریزی نکنی، اصلا ساپورتی هیلری چی خدایی باید اینجوری باشی؟ آخه نه استان میکنی، نه یارو رو ناکبک میکنی، نه یارو رو دمیج درست حسابی میزنی، نه هیل درست حسابی داری بگیم تانکی، نه شیلد و اچ پی میدی بگیم ساپورتی. چی تو واقعا رو چیه تو حساب میکنن تو رو میبرن تو مچینی؟ یه بارم ندیدم و امون از این یوتیوبر رو نمیدونم چی کار میکنن خودی، چی اینو مثلا الان شما میزدین فرق داره من نمیدونم خدای چه وضعش اصلا. نگاه کنم به مینیون دمیج درستایی نمیده، چه برسه بخواد انمی باشه. میگم که مگه اینکه بخوام تمام آیتمام قمار کنم رو دمیجی، 2 نفره نمیتونی یارو رو بزنی. یعنی حیف نون، جدا حیف نون که بدی اینا بخورن. جدا چیه واقعا بدنگو حالا داریم تخریب میکنیم این همه اینه چیزو هیرو رو با واقعا نمیتونم، من که با این نمیتونم، حالا مگر اینکه یه سبک دیگه از پلیش کلن، یا اینکه اصلا اینجوری نباید پلی نگاه کنی در جا زرت و زرت، یا اینکه آیتماشو من دارم اشتباه میبندم. نمیدونم آخه اگه میشه اینقدر دمیج پایین اچ پی پایین، حالا درست حالا 1% بگیم برای اینکه چیزه داریم همینجور کیل میدیم به حریف و گلدامونو میدیم به حریف. نمیشه اصلا با این پلی داد چقدر مزخرفه. چی دیگه با کارمون در اومد، باید بشینیم هیروها رو تک تک تست کنیم ببینیم کدوم اصلا خوبه میشه باش پلی داد. به یوتیوب هم میزنی همین میگی سان آورد بالا، یه چو آورد بالا که میگفتن این هیروها خفنه، این که سانه. حالا چو رو نمیدونم، چو رو هم گرفتم من یادمه گفتم شبیه بدنگه یه تا یه جاهایش نه بعد چیز نکرد خدای بدنگ نگاه چیز میکنه یارو رو استان میکنه ناکبک میکنه به خودت قدرت ای اویش چیز میده بهت برای 5 ثانیه شیلد میده بهت، چه میدونم یارو رو گیر میندازه یه گوشه دمیج خفن میده بهش، یعنی قشنگ یارو تا 1-2 رو راحت میتونی یارو رو بزنی، 1-3 رو راحت میتونی چیز کنی راحت واقعا اصلا راه نداره. اصلا دارم میگم که اصلا 1-2 1-3 بدنگ 1-2 رو راحت میزد، 1-3 و اگر توی موقعیت و چیز خاصی بود میتونستی بگیریش. بریم یه دوباره یه چیز پلی بدیم این میشه. واقعا اصلا نمیدونم این سانی که تجربهم سر اینه
سانو چجوری اینا، حالا نمیدونم، شاید میگم که من دارم اشتباه میرم جلو، شاید من دارم آیتم اشتباهی باش میبرم، چون میگم لولم هم پایینه، یه سری چیزا مثل بلینک و اینا رو ندارم، اون با مثلا لول 19-20 بشی تا بهت بده، ولی خب بازم نباید اون چناخه، اصلا کسی بلینک نمیبره با سان، حالا بلینک رو میگن با چوب ببر، اوکی چو نبردم الان، اون چه هیروی الان ببریم خدا رو خوش بیاد، چه دستم به هیچ هیروی نمیره، اینم حالا دیدم که تو چیز خودش، همین آموزشی خودش و اینا دیدم، اینم باز حالا میشه گفت تقریبا، میدونید هیروی میخوام که مثل چیز جهش کنه، چی میگن، اینجوری هجوم ببره سمت انمی و دمیج خفنی هم بزنه، اینجوری قشنگ بگه که وایسا دارم میام برات، نه وایسا دارم میام برات، اصلا یعنی اینجور بدنگ اینجوری بود، یعنی یه ایوشو میزدی میرفت سمت انمی، دش میکرد سمت انمی رو گیر مینداخت و پشتش یه دیوار میکشید که نتونه از پشت سر فرار کنه، بعد این خودش یه دمیج میخورد از شما، بعد یه دمیج انفجاری هم داشت، اکسپلوشن دمیجی هم داشت اگر درست تلفظ کرده باشم، یه دمیج انفجاری هم داشت که شما این دمیج رو شما دوبل میشد، یعنی دوبل که نه، مثلا انگار 70% دمیج عادیتون رو اون میخورد، اینم که بله میبینی اصلا این واقعا، حالا اینو که من ندیدم تو یوتیوب کسی، ولی خودم یعنی گفتم داریم میگردیم دیگه، من بذار ببینم چیزه چجوریه، یعنی میشه که جای بدنگو بگیره، گفتم که مثلا شبیه حالا استایلش یا حالا شبیه بدنگ، یعنی این هم یه دش داره یه چیز داره، ولی خب مهم دمیج است، دمیج رو که من الان چیز مهمی ندیدم که بخواد چیز کن دمیج خفن بده، بذار ببینیم جلوتر، شاید این هیرو، شاید این هیرو جا بدنگو فعلا یعنی با فعلا گل دستمون بسته بتونیم چیز کنیم، نگاه باشه داداش، حالا درسته 2 نفر بودن ما 1 نفر بودیم، این حالا باز یکم قضیه رو عجیب نمی‌کنه و میشه جمع کرد ماجرا رو، ببینیم میتونیم آقا حداقل 1 کیل بگیریم آبرومون نره، با بدنگ بودیم، وان به 2 میزدیم، 10 تا انمی میزدیم، 10 تا MVP میشدیم، بدنگو از ما گرفتن، الان منگل ما رو وانشات میکنه، یعنی انمی رسما میتونم بگم انمی از ته مپ میگوزه من میمیرم، یعنی اینجوریه، میگوزه نصف چویم نیست، یعنی به من چه داداش، یکی دیگه گوزیده، یکی دیگه چیز کرده، من چرا نصف چویم میره، یکی دیگه داره فایت میده، یکی دیگه داره چیز میده، چرا من باید چویم بره، اصلا عجیبه، واقعا شهر عجیبیه، نگاه یعنی یارو این دشتش بود که میگفتم،
یارو نگاه، یارو داره مینیونا رو میزنه، اون وسط منم نصف اچپیم میره. یارو داره میاد به قصد اینکه مینیون بزنه. اوکی میاد مینیون بزنه، اون به قولی سفره دندوندار پهن میکنه اون وسط که انمیا رو مثل تور ماهیگیری اینجوری بکشه که نه، منظورم این که انگار چیز دیدی جمع میکنه اینجا. اینو میزنه رو مینیونا، منم دمیج خوردم، یعنی نصف اچپیم رفت. حالا نصف اچپیم که نه، ولی رفت اچپی، یعنی به قصد مینیون زد، منم اچپی زد، دمیج را جورت ندارم زیر تاور بیم، مگر اینکه با تاور بتونم یه دمیجی درستی به اینا بزنم. نمیشه اصلا مینیون، باورم نمیشه یه زمانی تو موبایل لجند برسه که من از مینیونا بترسم، نتونم از زیر تاور بیام بیرون دفاع بدم. واقعا قدرتشو با این قدرتشو مگر اینکه این یه دمیج خفنی بده، چون حالا میره بالا و اینجوری نکنین، گفتم شاید این دمیج خفن بزن که اینم باید دست یک چهارم اینم زد قشنگ، یک چهارم اچپیم رفت. این چی خب پر بشه انسل، اینو باید یادم باشه، اینو باید بگیرم یک شارژ کنم. آقا یعنی چی؟ پاره میمونه بسته باشه. چرا واقعا چرا؟ یعنی میگم که این حالا این ویدیو پارت اولش احتمالا میشه، تا ما همینجور میگردیم دیگه ببینیم یه هیرو پیدا میشه که بالاخره بتونیم قشنگ ما باش بله بدیم، ببینیم جا بدنگ و واسه ما پر کنه. واقعا میگم که قشنگ مشهوده که یعنی از اولین مچی که تو اینجا اومده، حالا از اولین که میگم چیز درستی نیست، ولی از وقتی که یادم از یه هیرو خوشم میومد همین بدنگ بود دیگه، با همینم پلی میدادم خدایی و اینکه دمیج خفنی داشت. حالا میگم که یه هیرو دیگه هم باز مد نظرم هست، حس میکنم اونم وقت فایتر اون شاید کارو در بیاره، اگر نه اینا که چیز اصلا از مارکسمن و ایناش هم خوشم نمیاد و واقعا حوصله میخواد یه ساعت عقب وایسی دمیج بزنی انمی که میاد سمتت فرار کنی. دوستان همش برم تو حلق انمیو بزنه بیاد، یعنی قشنگ اینجوری باشه که داداش وایسا اومدم بزنم تو برم. این تازه حالا میگم بدن اصلا واقعا کارتو برمیگه، مثلا گیم چنجر بود بدن. ببینی حالا این چجوری دمیج میکنه، فرار میکنه تا تو اینو چیزی کنی فرار میکنه. باشه اینی اصلا نگاه با یه قدرتش ما رو زد. این هیرو واقعا اینو نمیدونم چه هیرویه، ولی هر هیروی دمش گرم، هر چقدر گلد میگیره که اینو بتونی چیز کنه اصلا دمش گرم. هیرو نیست که توپخونه هست این واسه خودش. این بالاش باز چیه اونا باز میگن اینجوری تیر میزنه به تو از دور، چی کار میخوای کنی؟ اینا دیگه داشت بذار حداقل پلی بدن، شاید یک
چیزی شد. نمیذارم واقعا همینه دیگه، نمیشه کاریش کرد. دوستان حالا اینو میذاریم به عنوان پارت اول. پارت دومش حالا میخوام ویدیو طولانی نشه بیش از حد. پارت دومش رو میذاریم موقعی که ویدیو بعدی دوباره میریم تست میکنیم دوتا هیرو رو. اصلا نگاه بعدن نگاه گلدم، اصلا به فقر رسیدم. کاش میشد برگردون، کاش میشد هیرو رو برگردون، واقعا سانو برمیگردوندم بدن گذاشت میوقع، واقعا دوتا هیرومو پس میدادم، واقعا بدنگو میگرفتم. شک نکنید اگر شما واقعا هنوز هیرو مد نظر خودتون پیدا کردین، به نظر من یه بار حالا واسه اسم من اکانت ها اولش این بدن فریه، میدونید من فری بود، یه رنگ زدم، رنگ کاپ شدم، اومدم رنگ بالاتر، اومدم رنگ داشتم ویدیو رکورد میکردم واسه تون آموزش بدنگ و اینو، یهو دیدم رنگ بعدیش نمیذاره اصلا انتخاب کنم، قفل داره روش، اینو زده یه دست باش چیز. گفتم خب اینو الان میگه یه کلاسیک، چند دست کلاسیک با این پلی بده این چجوریه دیگه. خلاصه این که هم دیدم نمیشه. اینجا هم گفتم شاید با این کارتا بشه، ولی دیدم نه، فایده نداره، با وایسیم اینقدر پلی بدیم گل جمع کنیم. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم دوستان، ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. اگر ویدیو رو دوست داشتیم و بیشتر از این کانتنت رو میخواستیم، این هیرو هم باز بدک نیست، شاید ویدیو بعدی رو با این گرفتم، یکی از ویدیو بعدی این باشه، گرفتیمش دیگه. ببینم میشه با این پلی داد جای چیز رو بگیر بستم. خب دیگه دوستان ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودیم. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعد دکتون دهن تک تک بدخواهتون خوش بگذره. خداحافظ.